سلام به همگی. امروز میخوایم یه داستان خیلی تکون دهنده رو با هم مرور کنیم. داستانی که ریشه هاش توی قدرت، حسادت و یه تراژدی تلخ خانوادگیه. قصه یه پدر سپاهی و پسری که سرنوشتشون جوری به هم گره خورده که جدا شدنی نیست. یه قصه از اوج گرفتن و سقوط کردن و یه تقدیر که انگار از اول نوشته شده بود. داستان ما دقیقاً با همین جمله شروع میشه. الان اسماعیل تو سردخونه است. ببینید چقدر تکون دهنده است. همین یه جمله کافیه که ما رو پرت کنه وسط ماجرا و حال و هوای تلخ قصه رو از همون اول بهمون نشون بده. خب بیاید برگردیم عقب و ببینیم اصلاً چی شد که کار به اینجا کشید. خب این قصه در واقع حکایت دو تا زندگیه که کاملاً به هم گره خوردن. از یه طرف پدری رو داریم که تا اوج قدرت میره و بعد سقوط میکنه و از طرف دیگه پسری که زیر سایه سنگین همین سقوط به دنیا میاد و هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه که بال و پر بگیره. سرنوشت این پدر و پسر واقعاً از هم جدا نیست. ببینید تضاد رو، این دقیقاً قلب داستان ماست. یه طرف پدر رو داریم، یه سپاهی محترم که تو اوج قدرته. طرف دیگه پسرش، اسماعیل، که از همون لحظه تولد یه نشونه‌ای از سختی رو با خودش داره. دو تا سرنوشت کاملا متفاوت، اما از یه خانواده. خب برای اینکه بفهمیم سرنوشت اسماعیل چی شد، اول باید داستان پدرش رو بدونیم. یه مسیر خیلی پرفراز و نشیب. یه مردی که از یه روستای فقیر بلند میشه و تو سپاه پله‌های ترقی رو یکی یکی بالا میره. ولی خب این بالا رفتن بهای سنگینی هم داشته و با تصمیمای خیلی سختی همراه بوده. اینجا چند تا نقطه کلیدی تو زندگی پدر رو می‌بینیم که شخصیتش رو شکل دادن. فکرشو بکنید، تو 15 سالگی پدرش رو از دست میده و مجبور میشه کار کنه. بعد تو جوانی جلوی ازدواج اجباری خواهر 12 سالش وای میسته. سال 56 هم یه ازدواج ترتیب داده شده داره با زنی که اصلاً دلش با یکی دیگه بوده. و نهایتاً سال 57 وارد سپاه خرم‌آباد میشه و اونجا مسیرش عوض میشه. هر کدوم از اینا یه قدم به سمت قدرت بود و همزمان یه قدم به سمت یه تراژدی بزرگ. و درست وسط همین آشوب‌ها و پیچیدگی‌ها اسماعیل به دنیا میاد. تولدش دقیقاً همزمان میشه با یه بحران خیلی عمیق تو خانواده. بحرانی که ریشش ازدواج دوم پدرش بود. مادر اسماعیل که خب از این ماجرا کاملاً خشمگین و تحقیر شده بود، این بچه بیگناه رو انگار نمادی از اون خیانت میدید. اسماعیل با لب شکری به دنیا آمد و همین نقص مادرزادی شد بزرگترین چالش زندگیش. داستان از این قراره که مادرش که از ازدواج دوم پدرش کاملاً به هم ریخته بوده، تو دوران حاملگی حتی سعی میکنه بچه رو سقط کنه. بعد که اسماعیل با این نقص به دنیا میاد، مادرش این رو یه اتفاق ساده نمیبینه. فکر میکنه این نتیجه مستقیم اون فشارهای روحی و شاید نفرینهای خودشه. عمق این طرد شدن رو میدونید کجا میشه فهمید؟ توی این سوال دردناکی که اسماعیل از مادر خودش میپرسه. نکنه تو زن بابامی، مامانم نیمتالا باشه؟ یعنی ببینید یه بچه چقدر باید از محبت مادرش دور بوده باشه که فکر کنه زن دوم پدرش مادر واقعیشه. واقعا دل آدم کباب میشه. اما داستان همیشه یه روی سکه نداره. با اینکه مادرش اونجوری طردش میکرد، از اون طرف پدرش بهش اهمیت قائل بود. با وجود تمام اون آشفتگی‌ها، وقتی اسماعیل فقط 3 ماهش بوده، پدرش هزینه گرونترین عمل جراحی رو میده تا لبش رو درست کنه. این نشون میده که پدره با همه مشکلاتش باز هم به فکر آینده پسرش بوده. و اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که داستان وارد یه سراشیبی بی‌بازگشت میشه. نقطه خیانت. یه شخصیت جدید وارد ماجرا میشه به اسم جعفر که برادر زن پدره و این حسادت ویرانگر همین آدمه که کل خانواده رو به زانو در میاره. ببینید این خیانت چجوری قدم به قدم شکل میگیره. اول حسادت. جعفر به موفقیت بایجناقش یعنی پدر اسماعیل حسودی میکنه. دوم توطئه. یه نقشه میچینه که یه سری اسلحه رو مخفیانه تو خونه پدر جاسازی کنه. سوم خیانت. به صورت ناشناس میره و پدر رو به مقامات لو میده. و چهارم سقوط. پدر دستگیر میشه، از مقامش خله میشه و کل زندگی حرفه‌ایش نابود میشه. یه توطئه کاملا حساب شده از طرف یکی از نزدیکترین آدمای زندگیش. و نتیجه یه زندگی کاملا معکوس. ببینید از کجا به کجا رسید. قبل از این خیانت یه سپاهی قدرتمند بود با کلی نفوذ و حتی خدمتکار تو خونش. بعد از خیانت تبدیل شد به یه راننده تاکسی که باید برای زنده موندن می‌جنگید. تمام اون اعتبار و آبرویی که سالها جمع کرده بود یه شب دود شد و رفت هوا.
و تلخی ماجرا دقیقاً همین جاست. در حالی که زندگی پدر داشت نابود میشد، جعفر همون کسی که این آتیش رو به پا کرده بود، داشت پله‌های ترقی رو بالا میرفت. از ستاوانی شد سرگرد، از سرگردی شد سرهنگ تمام، بچه‌هاش هم از سهمیاش استفاده کردن و دکتر و قاضی شدن. یعنی اوج بی‌عدالتی. یکی نابود میشه و اون یکی روی خرابه‌های زندگی اون آینده بچه‌هاش رو میسازه. 80,000 تومان. شاید الان این رقم خنده‌دار به نظر بیاد، ولی اون موقع قیمت تمام دارایی این خانواده بود. پدر مجبور شد تنها خونه‌ای که داشتن رو به همین قیمت بفروشه تا بتونه هزینه یه عروسی اجباری برای یکی دیگه از پسراش رو بده. نتیجهش چی شد؟ کل خانواده آواره و بیخونه شدن. این فاجعه مالی آینده همه بچه‌ها رو زیر و رو کرد. و حالا برگردیم سراغ اسماعیل. اینجاست که می‌بینیم چطور یه فاجعه نسل به نسل منتقل میشه. اسماعیل که تنها کسی تو خانواده بود که دیپلم برق داشت و با استعداد بود، به خاطر همین فقر و بیپولی دیگه نتونست بره دانشگاه. یه پتانسیل بزرگ که قربانی حسادت و خیانتی شد که اصلاً به اون ربطی نداشت. خب حالا میرسیم به فصل آخر زندگی اسماعیل، فصلی که متاسفانه خیلی غم انگیزه. اینجا دیگه تمام اون سختی‌هایی که از بچگی کشیده بود، تمام اون طرد شدن‌ها و ناکامی‌ها دست به دست هم میدن و اون رو به سمت یه پایان خیلی تلخ هل میدن. سقوط اسماعیل مثل یه دومینو بود، یکی بعد از دیگری. اول تحت فشار خانواده با یه زن نامناسب ازدواج میکنه، بعد زنه برای مهریه شکایت میکنه و اسماعیل میفته زندان. تو زندان به مواد مخدر معتاد میشه. بعد از آزادی هم زنش رو طلاق میده و دخترش رو هم از دست میده و کلاً تنها و منزوی میشه. هر اتفاق تلخ زمینه ساز یه اتفاق تلختر میشد. و مرگش هم درست مثل زندگیش تو سکوت و تنهایی بود. سر کارش تو دهاری روستا تنها و دور از خانواده از دنیا رفت. هیچ کس کنارش نبود. یه پایان خیلی آروم و بی صدا برای زندگی که پر از درد و فریادهای نشنیده بود. اوج این تنهایی رو میدونید کجا میشه دید؟ حتی بعد از مرگش. خواهرش که راوی این داستانه میگه من که نمیبرمش، حسین میبرتش خاکش کنه. یعنی حتی خواهر و برادراش هم مسئولیت خاکسپاریش رو قبول نکردن. در نهایت این حسین یعنی شوهر خواهرش میره و کار دفنش رو انجام میده. فکرشو بکنید، موقع غسل و کفن دادن حتی یکی از برادراش هم اونجا نبوده. تنهایی مطلق حتی تو لحظه آخر. و در آخر این سوال میمونه که واقعاً بر سر یه آرزوی برآورده نشده چی میاد؟ یه نکته خیلی تلخ و جالب اینه که اسم خود راوی داستان آرزوه و این اسم خود اسماعیل براش انتخاب کرده بوده. همیشه به خواهرش میگفته آرزو دارم یه آرزو برام بیاری. و شاید تراژدی واقعی همینه که زندگی خود اسماعیل تبدیل شد به همون آرزویی که هیچ وقت برآورده نشد.